السلام علیکم حاجی داملا. تمامی خانواده هایمان شما را دوست می دارند و کسیته های شما را هر جمعه گوش می کنند و انتظاری می کشند. من یک سوال دارم. عائله من نمازخوان است و در بازار سوداگر است و خود نیز در اداره دولتی کار می کنم و یک خواهرم نیز کارگر است. داملا اسلام برای کار کردن زن چی می فرماید؟ خواهش می کنم. یعنی اسلام مقابل نیست که خواهر و زنهای ما و شما کار نکنند، بلکه اولا چیزی که من برای شما خبر میدهم، خواهر ما و شما نفقه او در گردن پدر و مادر است، در گردن پدر است تا وقتی که به شوهر میبراید، و زنهای ما و شما را نفقهش در گردن ما و شماست تا وقتی که اگر طلاق میخورن از تا حتی در عیده هم باشن، اگر نفقهشان در گردن ما و شماست. از این خاطر اگر احتیاج به سوی مثال کار کردن نداشته باشند حاجت نیست. اگر دست رسا باشد، شرایطا باشد، میلش با که ندارد. لیکن اگر یعنی علاج نباشد، مثل که امروز بیمارخانه ها احتیاج به سوی زنها دارد که ما و شما زنها را میبریم، نمیابیم یک مثال زنی را که همون زن ما و شما را طبابت کند. دل ما و شما به سوی مردها دور می رود. اگر باشد هم زنهایی که مثال مسلمانی که نمازخوان و خدا ترسی که اگر باز در همین بیمارخانه ها کار کنند، این البته ضروری است. اون زن از خانه نشستن در همون بیمارخانه کار کردنش ضرور است. لکن اسلام ما و شما طلب میکند که همان زنهایی که به سوی بازار می روند یا به سوی کار می روند سطر اسلامی را باید که رعایت کنند. باید در کوچه با گپ‌های با مردهای بیگانه و نظر کردن به سوی مردهای بیگانه ده اسلام اونها را منع میکند. اگر این شرطها را زنها به جا بیارند، هر آینه برای اونها چی در بازار نشستن چی در کارخانه کار کردن این باکی ندارد، با شرطی که همون زنها خالی از همین گپ‌های با نامحرم‌ها و بی سطر و دیگر حالت‌ها قطعی اگر از خانه بیرون نشود. یک حدیث من نویساندم، میخواهم امین به سمع شما برسانم. پیغمبر خدا گفتند: ایاک بالخلوة بالنساء والذی نفسی بیدی ما خلا رجل بامرأة الا ودخل الشیطان بینهما ولأن یضحم الرجل خنزیرا متلطفا بطین او حماءة خیر له. پیغمبر گفتند از خلوت با زن بپرهیزید. یعنی اگر زن بیگانه باشد شما از خلوت کردن او، یعنی با او یک جا نشستن پرهیز کنید. قسم به آن ذاتی که جان محمد در دست اوست، مرد با هیچ زن خلوت نکند که سیوم آنها شیطان می شود. وقتی که مرد با یک زن بیگانه نشست، چی در خانه چی در کارخانه در کجای نباشد، حتمی شیطان سیوم نفر اونها می شود، اونها را وسواس می کند. اینا از تجربه حیاتان خودتان یک تفکر کنید. برای مرد همنشین و نزدیک شدن با خوگ آغشته با خاک ولای بهتر است از اینکه همنشین با یک زن بیگانه میکنه. پیغمبر گفتند با یک خوگی که آغشته لای است و آغشته خاک است، با او همنشین شدن بهتر از اونه که با یک زن بیگانه شما می نشینید. زیرا که عاقبت زن با زن بیگانه نشستن این چه است؟ این زنا هست. این بار با او مثال با صحبت‌های شیرین صحبت میکنین، عاقبت با یک دیگر دستی به دست سلام میکنین، عاقبت با یک دیگر یک موعد اعلان میکنین که فلان جا ما و تو ملاقات میکنیم، عاقبت چی میشود؟ کارش به زنا انجام مییابد. السلام علیکم داملای شیرین سخن. از شما خواهش دارم به سوال من جواب گردانید. من هر روز جمعه روزه میگیرم. روزه من در نزد خدا قبول است یا نه؟ قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: لا يصومن احدكم يوم الجمعه الا يوما قبله او بعده. پیغمبر خدا میگوید شما هیچگاه خاصه روز جمعه را روزه نگیرید. اگر روزگیر هستین یک روز پیش یا یک روز بعد هم
در نماز با هر طرف نگاه میکنن، این چی میشود؟ آیا نمازشان ثواب دارد یا نه؟ در مسئله نماز ما که چند بیگاه شد بین قوم خود صحبت ها داریم، مسئله های نماز دائم بیان میکنیم. در نماز وقتی شما بی پروا باشین، به نماز وقتی اهمیت ندهین، یعنی وقتی نماز خواندن سجدگاه را نگاه نکنین، بلکه به هر طرف شما توجه کنین و خاطر شما پریشان باشد، این صورت در نماز شما هیچ ثواب باقی نمیماند، هیچ ثواب. زیرا یگانه عبادتی هست که گناه های شما را خداوند به سبب این نماز مغفرت میکند. یگانه عبادتی هست که شما با این نماز با خدای خود پیوست میشین و راست میگویین. حاتم یسم خدا رحمت کند در کتاب میگوید که وقتی که در بالای جای نماز می ایستاد، از او پرسان میکردند چگونه نماز ادا کردی؟ میگفت وقتی من بالای جای نماز می ایستم فکر میکنم که خانه کعبه در پیش من ایستادگی است. وقتی که من در عبادت می ایستم همچنان تصور میکنم که در پس پشت من عزرائیل ایستادگی است. این زمان یا زمان دیگر جان من را قبض میکند. وقتی من بالای جای نماز می ایستم فکر میکنم که بالای پول صراط ایستادگی هستم. این حاتم یسم میگفتند. یا امام بخاری از ما و شما در ترجمه حالش چی میگوید؟ میگوید وقتی نماز میخواند، در یک حکایش میارد که وقتی نماز بود کرد، حضرت میگوید بدن خود چه خبر گرفت، گفت بدن من بسیار سوخته کرد. وقتی نگاه میکند 17 زنبور 17 نیش زده است. 17 نیش در بدن حضرت امام بخاری زدگی بود. بعد نماز وقتی نگاه میکند میگوید که شاید زنبور باشد. در حالت نماز یعنی حتی درکدار نمیشدند. امام غزالی خدا رحمت کند میگوید این المصلین کثیر و الخاشعین قلیل. نمازخوان بسیار است، الحمدلله. ببین همه نمازخوان است، لیکن کسی که از تحت تل نماز میخواند میگوید کم است. آدمایی که با خشوع نماز میخوانند اینها کم است میگوید امام غزالی. والحاج کثیر والبار قلیل. حضرت باز چی گفتن؟ گفتن حاجی هم خیلی زیاد است، لیکن حج کی قبول شده است و حج های کی ها قبول میشن اینها خیلی کم هستند. و طیر کثیر والعندلیب قلیل. حضرت باز چی گفتن؟ گفتن که پرنده در دنیا خیلی زیاد است، لیکن بلبل کم است. والعالم کثیر والعامل قلیل. عالم هم خیلی زیاد است، لیکن عالم عمل کننده کم است. امروز الحمدلله در بین ما و شما عالما زیاد است، لیکن خدا داناست عمل اونها را که تا چه اندازه اونها عمل میکنند. باز بسیار فتنه ها و بسیار نافهمی هم از طرف عالم ها رخ میدهد. حتی رسول اکرم میگوید شما بر دین اسلام گریه نکنید وقتی که اگر پیشوای شما کسی باشد که عمل کننده در اسلام باشد، لیکن بر دین خودتان گریه کنید وقتی که اگر پیشوای شما یگان آدم جاگل و تنپرست و نفس پرست باشد. برای همین خیلی از شما خواهش میکنم که در مسئله نماز با احتیاط باشین، نمازها را خوب انجام دهید. حتی صوفی علیار حضرت چنان غضبناک شدن، گفتن دل جدا زبان جدا باشد، او کجا طاعت خدا باشد. دل جدا زبان جدا باشد، او کجا طاعت خدا باشد. جسم در خانقاه و دل در سیر، این چنین بندگی چی خط و چی خبر. جسم تو بالای جای نماز لیکن دل تو و فکر تو در دیگر جا، این چی گونه عبادت است؟ میگه دست در صبح زبان در یاد، دل در انجام دنیوی فریاد. در دست تسبیح داری الحمدلله میگوی، لیکن دل تو این قبول نمیکنه. دیگه دل تو خاطرش فکرش در دیگر جاست. ظاهر خود حرقه پوشی ها، باطن خود مکر و فریبی ها. حضرت میگوید بیرون شما را تماشا کنند، یک عجیب یک منظره خوبه در بیرون شما دیده می شود، لیکن باطن شما همه مکر و حیله و فریب است. در آخر گفتن این چی طاعت چی بندگی باشد، مردنت به که زندگی باشد.
مردن بهتر از این گونه عبادتی که اون آلوده فکر خیال باشد، آلوده ثواب نباشد. از این گفتن مردن بهتر. السلام علیکم داملای محترم. ما یک گروه قوم مسجد از قفای ملای خود نماز میخوانیم، لکن داملای ما نماز شام را میخواند و سله‌اش را مانده از مسجد برآمده میرود. این کار قریب هر بیگاه تکرار میشود. ما با او گفتیم که این کار را نکن، میگوید که میگیم که ترک فرض است لیکن به ما اهمیت نمیدهد و معاونش را میگوید که نماز را خوانید. التماس داملای محترم، آیا ملای ما گناهگار میشود با آیت قرآن گویید؟ اگر دیده و دانسته نماز جماعت ترک کند، البته به البته گناهگار بشود. چی ملا امام باشد، چی آدم عادی باشد، اگر در نزد او مسجد باشد و بازم این صدای حی علی الصلاة حی علی الفلاح با اون محله بیرسیدگی باشد، یعنی در همون محله مسجد باشد و بازم این که به مسجد نهایت، البته گناهگار در نزد خدا. پیغمبر خدا حدیث های بی نهایت بشماری هست، حتی میگوید ثلاثه لعنهم الله. ببین این خیلی یک وعید سخت پیغمبر خداست. سه طایفه را گفته است پیغمبر خدا که در لعنت خدا گرفتار هستند. لعنت خدا را معناش این است که از رحمت خدا شما دور هستید. کی از این طایفه ها؟ من اما قوم و هم له کارهون. یکم همان ملایی که مردم نمیخواهد ملاگی او را و وای بزوری ملا شده است. بزوری همون منبر از خود کرده است، چی به ضرب پول باشد، چی به ضرب آدمایی که مثال در دیگر اداره ها دارد، چی مثال پشت و قناتی به قوت دارد، همون محراب از خود کرده است. لیکن مردم آیا دوست نمی‌دارد؟ به سبب چی دوست نمی‌دارد مردم؟ به سبب آنه که این ملا ارزنده محراب نیست، این علم ندارد، این تقوا ندارد، این خدا ترسی ندارد. از این خاطر مردم وای بد میبینند. پیغمبر خدا گفتن لعنت خدا بر این امام باد. دوم و امرأة باتت و زوجها علیها ساخط. دوم زنی که شوهر از وی ناراضی است، زنی که با همراهی شوهر یکدیگر قطع قهری هستند. اینا را پیغمبر خدا گفت لعنت خدا بر همین زنی که با همراهی شوهر خود ناساز هستند، یعنی گفتاری خوب ندارند، با یکدیگر ملال هستند، قهری هستند. خداوند این زن چیکار میکند؟ در غضب خودش گرفتار میکند. ایما امرأة ماتت و زوجها عنها راض دخلت الجنه. پیغمبر خدا گفتند کدام زنی که میخواهد به حساب و به حسد اگر وارد جنت شود، شوهرش در دنیا راضی بگرداند. شوهر اگر از او راضی شد، شوهر در حق او دعای خیر کرد و البته وارد جنت میگردد. و سیمش که است رجل سمع حی علی الصلاة حی علی الفلاح ثم لا یجیب. پیغمبر خدا گفت سیمش نفری که در همون محله شان یا ملایی که در همون محله ملا امام است لیکن در نماز جماعت اشتراک نمی کند، حی علی الصلاة حی علی الفلاح را میشنود، بازم این قبول نمی کند و در لعنت خدا گرفتار است. حضرت ابو هریره میگوید که لئن تملأ اذن ابن آدم رصاصا مزار. اگر در گوش فرزند آدم سرب آب کرده بریزند خیر له من ان یسمع النداء ثم لم یجیب. این برای او بهتر است از اونه که در محله مسجد هست در نماز جماعت اشتراک نمیکنه. اینا خیلی یک وعیدهای سختی است از جانب پیغمبر ما و شما در حق کسانی که نماز جماعت ترک میکنند. امروزا اکثر جوانها نمازهای جماعت ترک میکنند. در بسیاری از مسجدها شاید سببش همان پیشواشون باشد که در مسجدها، در بعضی از مسجدها جوانها کم دیده می شوند. حالان که خدا را شکر اون قدرت و توانایی و سلامتی که در جوانهاست در پیرانسالها نیست. برای همین البته از همه شما خواهش دارم که در نمازهای با جماعت اشتراک کنین، انشاءالله ثواب خیلی زیاد میگیرین. اگر شما دیده و دانسته نماز جماعت ترک کنین، در نزد خدا مسئول هستین، گناهگار میشوین. حتی
خدا رحمت کند همین صاحب مسلک میگوید به خصوص آن گزیده دو صحرا خاتم انبیا حبیب خدا، وقتی آخر که ماند از پا باز گوشی او را رسید بانگ نماز، گفت بر مرتضی مرا بردار جانب مسجد جماعت آ. از حیات آخر پیغمبر حکایت میکند، زمانی که پایهای حضرت دیگر کار نمیکرد. حضرت علی در خدمت پیغمبر خدا بودند، گفت بر مرتضی مرا بردار جانب مسجد جماعت آ. مصطفی که به خادمی سر داشت، مصطفی را به پشت خود برداشت. پشت پای رسول معبودی از ضعیفی به عرض می سودی، با چنین مهنت و مشقت و درد به جماعت ادای طاعت کرد. بن حضرت در حالتی که زمان یا یک حالت پس از دنیا میگذشتند، ابوبکر صدیق پیش گذاشتند، حضرت پیش در آمدن نماز خواندند و پیغمبر خدا از پس ابوبکر اقتدا کردند، لیکن نماز جماعت اشتراک کردند. امروز مردم ما و شما چنان گفتی مولوی بندگان نفس را صد حیف نام بندگی، بندگان نفس را صد حیف نام بندگی، بنده صادق همان که رو به مولا میکند. بی خبرها در فریب عشرت امروزن، با خبرها روز و شب انجام فردا میکنند. امروز بندگان نفس ما و شما شدیم. اگر در کدام معرکه که فوق‌العاده به گوش ما رسید که در فلان جا معرکه است، چی بامداد باشد چی پیشین باشد، حتمی در مسجدش نماز جماعت میخونیم، خاطر همون معرکه همون آدم. لیکن از اون معرکه که در جنت خدا برای تو آماده کرده است، از اون معرکه تو چی هستی؟ بی خبر هستی. با یک شوربای پخته است ناپخته این مرد چند کیلومتر طی کردی آمدی، و لیکن برای اون طعامهای بهترین جنت هیچ اهمیت هم ندادی. السلام علیکم. دامنای شیرین سخن میخواهم به سوالهای من روشنی اندازی. اگر شخصی که در زمستان احتلام شود، سحر خیزد که آب گرم نیست، اگر آب گرم کند وقتی نماز میگذرد، این شخص تیمم کند ممکن است؟ تیمم یعنی خلیفه طهارت است نزد عاجز آمدن از آب. یعنی اگر شما آب نیافتین میتونین که تیمم کنین. خب اول مرضین، یا اینکه اگر بیمار باشین که آب خنک در بدن شما زلال میرساند، این زمان هم شما میتونین اگر آب گرم نباشد تیمم کنین. او بردین یا آب خنک است. از جهت خنکی هم فقه حنفی میگوید که اگر آب خنک باشد و وقتی نماز رفته ایستاده است، اگر تو از پی آبازی شوی و وقتی نماز میگذرد، این حالت شما میتونین که تیمم کنین و نماز ادا کنین. باز برای وسیع‌تر همین موضوع برای کسی لازم است آمده گپ میزنی، انشاءالله باز برای تو معنی داد میکنیم. یعنی الحالش همین قدر شما بفهمین که یعنی آب خنک اگر در وجود شما زلال نرساند، این صورت تیمم برای شما جایز نمی شود. لیکن اگر آب خنک بر وجود شما زلال میرساند، این صورت آب گرم کرده استفاده کنیم. لیکن گرم کردن در شرایط نباشد، این حالت شما میتونید که تیمم کنید. شخص جنوب با یک تیمم هم غسل و هم طهارت کند، درست است. البته آدمی که همون جنابت در مبتلا شده است، همون تیممی که میکند همون کفایت کننده است، هم برای جنابتش و هم برای چیز طهارتش. یعنی با یک تیمم تو البته از جنابت هم پاک میشی، باز صاحب طهارت هم میشوی. لیکن نماز که خواندی الکی تو قدرت بر آب داری، این صورت در آب گرم میکنی و آبازی میکنی، باز به نماز دیگر تیار میشوی. شخص در نماز 4 رکعته لایق شد که قعده آخر بود، امام سلام داد و آن شخص نماز را دوام داد، با جماعت داخل شده است یا نه؟ البته داخل شده است. کسی که در کدام رکعت نماز اگر می آید امام در می یابد، اون البته از نماز جماعت حساب می خورد. حتی شما از امان خانه قدم میزنین به سوی مسجد، آمدین که نماز جماعت دایراب هم که نکنین، شما ثواب نماز جماعت گرفتین. حتی که پیغمبر خدا میگوید که
نگاه میکنین که وقت کم است، شما در راه ندوین، حتی برای نماز جماعت ندوین، بلکه آهسته آهسته قدم زنان به مسجد بیاین. اگر چی بود کردن میلش خود تنها میخوانی، تو در حکم جماعت هستی، تو ثواب جماعت میگیری. السلام علیکم داملای عزیز، التماس درباره عاقبت و آخرت شخص حرف زنید که دیده و دانسته مال شخص دیگر را بسم الله گفته از آن خود میکند. چند سال باز مال خودم را از دست همین گونه مسلمان ها گرفته نمیتوانم. با احترام، یکی از اخلاصمندانتان. این الرجالا یتخوزون يتصرفون في مال الله بغیر حق فلهم النار یوم القیامت. بخاری. امام بخاری در حدیثهای خود بیان میکند که کدام مردی که مال یک برادرش تصرف میکند بغیر حق میگیرد، یقینا انتظار باشد که آتش دوزخ منتظر وی است. تو ای صوفی، گفته حضرت مولوی، تو ای صوفی که در بر میکنی دلق، کن اول احتیاط از پاکی حلق. اگر حلق کسی آلوده باشد، کجا در معرفت پالوده باشد. وقتی که اگر شما حرام خور باشین، اگر ما و شما مال یک برادر را بغیر حق تصرف کرده باشیم، این مال برای ما و شما حرام است. وقتی اون مال حرام تا وقت در دست ما و شماست، یا تا وقتی که حقی را ما ادا نمیکنیم، عبادتهای ما و شما در نزد خداوند ناقص است. عبادتهای ما و شما در نزد خدا ثواب ندارد. این نمازی که ما و شما میخوانیم به مقصد چی میخوانیم؟ تا که ما و شما را از همین کردارهای بد باز دارد. وقتی ما نماز میخوانیم و باز باز همین نماز خواندن که به این کردارها چنگ زدیم، این صورت در اون در عبادتهای ما و شما هیچ ثواب باقی نمیماند. السلام علیکم داملای شیرین سخن، من از شما خواهش دارم با همین سوال من جواب دهید. بعضی آدمان میگویند که آدمی بیوه صدقه و معرکه کند قبول نیست. خواهش میکنم با همین سوال من جواب دهید. سوال را دادم، جوابش را منتظرم. یعنی آدمی که بیوه گفتگی، یعنی یک آدمی بی سرپرست، آدمی بیچاره کمبغل، وقتی خیر احسان میکند، در اصل خیر احسان او در نزد خدا ثواب ندارد. اسلام ما و شما به ما و شما بسیار یک کمک های زیاد دادگی هست. حتی خدا در قرآن میگوید لا یکلف الله نفسا الا وسعها. هیچ بنده را تکلیف نمیده مگر قدر قوتش. پیغمبر خدا میگه لا اشتری شیئا لیس عندي ثمنه. هیچ چیز نمیخرم تا وقتی که اگر در کیسه من، در جیب من اگر پول نباشد. امروز ما و شما چنان معرکه های کردیم، با چنان معرکه های کرده ایستاده ایم که هیچگاه ما و شما از قرض خلاص نمیشویم. هیچگاه. اگر همین عمل های ما و شما باشد، همین اسراف های ما و شما باشد، من به همه شما پیشکی خبر میدهم که هیچگاه شما بای نمیشوید و هیچگاه پای شما در یگان ماشین سبکرو نمیدراید. یعنی همه وقت شما خار و ذلیل میشین در صورتی که اگر بر اسراف شما راه دید. بین باور کنین یک معرکه های داریم که هیچ اوکی اونا را دیگر من بیان کرده نمیتوانم. آمده همه اینها بعد چی میشود؟ اسلام گناهگار است. امروز فرزندای ما و شما از حساب همین خراجات های بی معنی و از همین خراجات های بی فایده و اسراف ما و شما در بدر شدند. فکر میکنیم همین $1000 و $2000 که از ملک های روسیه میارن همین را به یک آسانی به دست میارن. همون کارگرها را پرسان کنید که در کدام حالات بیچاره روز گذرانیدن، آمدن رسیدن که باز در همینجا خیر خدایی سر می شود. از همان سومی که به زحمت به مهنت آورده استش باز $100 و $200 باز خیر میکند. این چی معنی دارد آخه؟ اسلام هیچ وقت ما و شما را تکلیف نمیدهد.
اگر ما و شما اراده ثواب داشته باشیم، اگر شرایط نداریم، خیر احسان را دست نزنیم. برای ما و شما خیر احسان مرحمت، نماز جمعه، صحبت خوب، چهره خندان، همه این در نزد خدا ثواب دارد. باید همین یک عمر همین مردم ما و شما قرضدار باشد. ما و شما از حساب همین ناداریمان هیچ جا سیاحت برآمده نمیتونیم. تمام استراحت جاها در کیا استراحت میکنند؟ همون کسانی که هیچ نه بوی اسلام به مشامشان رسیدگی است. همه راحت اونا از خود کردگی هم. برای ما و شما را چنان پروگرام‌های جور کردگی هستند که دیگر اصلا میگم که از قرض نمیبراییم. یک مرده 3 بگهی نمیتیم، 7 بگهی نمیتیم، 40 میتیم، 20 میتیم، سال میتیم، 1 سال دیگر پنجشنبگی میتیم. در کدام کتاب است این؟ کنی کو در کدام کتاب است؟ کنی همین بین شما اگر داملای باشد خیزت گوید 100 جان ما هم قبول داریم. همین بارهای وزبین در گردن مردم بار کردیم. از این خاطر کدام انسانی که دست نارسا دارد، از همه شما خواهش میکنم از همسایه نترس، از همسایه شرم نکن، از خدا شرم بکن. قد همون قوتت این است خاص اسلام ما و شما. حتی پیغمبر میگوید ابدا بنفسک فتصدق علی. اول نفس خود تسیر کن، اول خودت از لباس و از خوراک خودت تأمین شو، بعد از آن زن و فرزندهات تربیت کن، بعد از آن خیش قومیت برسان. وقتی که اگر دستی تو از همه اینها که زایتی شد، بعد مرحمت بیرون برا، خواه همسایه میره، خواه کجای ده که خیر احسان میکنی. السلام علیکم داملای عزیز. موسفیدانی پیشترم میگویند که در شب چهارشنبه باید که بازن خواب خیز نکنی. راست است. باز میگویند که در روی الافزار بازنت علاقه جنسی نکنی، زیرا فرزندی ناصالح میبراید. اکنون فرزندی صالح و ناصالح این به خدای ما و شما وابستگی دارد، به الافزار و به روز چهارشنبه وابستگی ندارد. اینا هیچ دلیل اصل ندارد، هیچ دلیل اصل ندارند که در روز چهارشنبه یا روز دوشنبه مثال بازن خانه‌داری کردن دیگر هست. اینا هیچ معنی ندارد. هر کسی که قدرت دارد، خواه در روز است، خواه در سحر است، خواه در پیشین است، در کدام حالتی که نبیش مالی توست، مرحمت استفاده کردن بگیر. اینا هیچ اصل ندارن. اسخانه گفتن، حضرت گفتن، صاحب 4 کتاب گفتن، لیکن به اساس است، اصل ندارد، دلیل ندارد. شاید که همون صاحب 4 کتاب همین را نگفته باشد، شاید همین اسرائیلیت باشد، همین دشمنان اسلام برای مسلمان ها ممکن که داخل کرده باشد، تا که همون روز چهارشنبه شاید که مثال همون مرد اشتهای زیاد داشته باشد. اسلام منش کرده است، گفته است دیگر همین نعمت بعد محروم می شود. السلام علیکم داملای شیرین سخن. من یک شخصی نزدیک دارم که او زنش را طلاق کرده است و با ما همدیگر مصلحت کرده تا طلاق مرا هیچ کس نفهمد. گفته با همدیگر زندگی دارند و بعد از طلاق از آنها پسر بچه به دنیا آمد. از شما خواهش میکنم که به این سوال جواب درست دهید که تا اینکه با واسطه دیگر شخص من جواب این سوال را به اون انسان برسانم. خاک و پنهان، خدا در قرآن میگوید ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. شما چی پنهان عمل، چی عملی را در پنهانی انجام میتین، چی عملی را در آشکارا انجام میتین، از همه این خدای شما با خبر است. پنهانش کرده است. مثال با زن طلاق کرده شده که زندگی میکند، زندگی و البته حلال نیست. اون فرزندی که به دنیا آمده است، اون فرزند الکه ولد زنا هست، اون بیچاره الکه یک داغ در وجود او جایگیر شد. این کارها آینده آشکار می شوند و همون فرزند بیچاره که هیچ گناه ندارد زیر ملامت رفیقاش گرفتار می شود.
برای همین بهترین صورتش همین است که این پنهان کردن در کار نیست، بلکه در مفتیات رفته عریضه کردن در کار، مراجعت کردن در کار. راهاش باشد مرحمت، راهاش نباشد باز یگان توصیه دیگر همون صاحب فتوا هستن به شما توصیه میکنن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظیم. این آیتی که تلاوت کردیم از پاره 30 قرآن است که عبارت از 5 آیت است و در مکه مکرمه به اتفاق جمیع مفسران نازل شده است. و آغاز سخنم ما از این سوره مبارکه فیل به نام فیل مشهور است آغاز کردیم، زیرا نزد من یک مکتوبی هست که یک برادر 4 بار شد که از ما تکلیف دارد یکی سوره مسد، یکی سوره همین فیل را برای ما تحلیل کنید. البته مادامی که وقتی ما و شما قلیل است، من مختصراً به این سوره که الحال خواندم و شما قصه میکنم که چرا این سوره به نام فیل مشهور شد. پادشاه حبش نجاشی بود که در یمن یک والی را انتخاب کرد، یک سردار را در یمن انتخاب کرد به نام ابرهه ابن صباح اشرم. این ابرهه در دین نصرانیت بود و بسیار میل داشت که مکه مکرمه را تصرف کند و در زیر فرمان خود قرار دهد و شام را هم در زیر تصرف خود قرار دهد و خیلی عسکری کلان هم داشت و روز به روز نگاه میکرد که تمام مردم حاجیا به سوی مکه مکرمه سفر میکنند، خانه کعبه را رفته زیارت میکنند. در دل این ابرهه یک رشک و حسد زیاد پیدا شد که چرا مردم به سوی مکه مکرمه به یک خانه‌ای که از سنگ عبارت است میروند و را زیارت میکنند. من از این خانه دیده زیباترش تیار میکنم و در شهر یمن یک کلیسای تیار کرد. مفسرای قرآن میگویند که بسیار سنگهای قیمت بها داشت و تمام مردم را دعوت کرد که مرحمت عبادتگاه از امروز اعتباراً در شهر یمن. چی میداند که این فرمان خداست، چی میداند که در این خانه کعبه چی حکمت است. وقتی مردم دعوت میکرد هیچ مردم میل به سوی کلیسای او نداشتند و در پیش خود یک قصد گذاشت که اگر خانه کعبه را ویران کنم هر آینه مردم به سوی کلیسا و سوی این خانه که من بنیاد کردم به سوی این رجوع میکنند و باید که با این نیت خود برسد. چیکار کرد؟ 60,000 عسکر جمع کرد با همراهی 13 فیل که سردار این فیلها به نام محمود نام داشت. این فیلها به اصطلاح امروزه گوییم همین چگونه که تانک ها امروز خانه ها را خراب میکنند، راه ها را خراب میکنند، این فیلها مثل همین تانک ها بودند که وقتی که سردارهای اونها امر میکرد که فلان جا را پایمال کن، این فیل او را اطاعت میکرد. ابرهه
13 فیل دیگر را پیش پیش و 60,000 عسکر از پس به مکه مکرمه سفر کردند. وقتی که به یکی از قشلاق‌های نزدیک مکه مکرمه رسید، در حال نگاه کرد چوپان‌ها همه مال‌های مردم مکه را وانی می‌کردند. مال‌ها را همه را در زیر تصرف خود درآورد و یک نماینده را ابرهه به مکه مکرمه روان کرد که اشراف مکه را، سردار مکه را نزد من دعوت کنید. و در اون زمان ها میگه در مکه مکرمه سردار عرب ها این بابای پیغمبر عبدالمطلب بود که در وقتی که امین ابراهیم میگه اطراف همون مکه را اشغال کرده بود و مالها را در زیر تصرف در آورده بود، 200 اشتر امین عبدالمطلب را هم در زیر تصرف خود در آورد که چوپان عبدالمطلب به عبدالمطلب خبر داد که ابرهه مالهای ترا، گوسفندها و شترهای ترا از خود کرد. آمد نماینده ابرهه نزد این عبدالمطلب و از عسکر و از نیت ابرهه به عبدالمطلب خبر دادند. عبدالمطلب گفت من قوت جنگ با ابرهه ندارم و ما یک مردم خیلی کوچکی هستیم و هر کاری که میخواهد کردن گیرد، زیرا که ما دیگر توانایی و قدرت در ما وجود ندارد. و او را طلب کردن که نزد ابرهه میریم. آمد میگد به نزد ابرهه. مختصرا قصه را من برای شما میرسانم، زیرا سوالها را جواب گفتن در کار. وقتی ابرهه آمد میگد نگاه کردم خیلی یک جوانی با تنومندی بود ابرهه و بسیار صاحب کلاه و صاحب تخت و میگد از عبدالمطلب پرسید چی میگویی؟ گفت من نیت کشتن مردم مکه ندارم، بلکه فقط نیت من این است که همین خانه کعبه را ویران کنم. عبدالمطلب گفت من گفت به تو یک نیاز دارم، یک سخنی دارم. گفت چی سخن داری؟ گفت نفرهای تو گفت 200 اشتر مرا گرفتند، من از تو طلب دارم که همون 200 اشتر مرا پس بگردان. ابرهه گفت عجیب مردی بدهی، من خانه را ویران میکنم که دین بابا و پدر توست، عبادتگاه توست، تو باشی از اشتر سوال میکنی. عبدالمطلب بابای پیغمبر چی گفت؟ گفت قسم به خدای همون خانه کعبه که من صاحب اشتر هستم، این کعبه به خودش صاحب دارد. اگر بخواهد خانه خودش پاسبانی کند، اگر بخواهد خانه خودش از دست تو نجات دهد. من به سر اشتر خود آمدم. ابرهه حیرت ماندند و ابرهه میگد این عبدالمطلب خبر داد که من باوری دارم که خداوند تو را نمیگذارد که خانه این خلیل خودش ابراهیم را تو ویران کنی. و عبدالمطلب پس گشته آمدند، مردم مکه را دعوت کردند صحبت در گپ نزنید. وقتی که آمد مکه نزد خانه کعبه، قبیلش فیراد کرد و گفت که امروز ابرهه بیرون مکه قرار دارد با 60,000 عسکر و 13 فیل آمدگی باید که خانه کعبه را ویران کنند. همگی نزد خانه کعبه می رویم و از خدای خود زاره و تولا میکنیم که خداوند مدد کند که این خانه کعبه را این دشمن دین، این دشمن خانه کعبه ویران نکند. یک جای آمدن میگد دست در همون دروازه های کعبه زدند، گریه و تولا و زاری کردند که خدایا صاحب این خانه خودت هستی، این خانه را نگذار که این ابرهه ویران کند. یک جای دعا کردن میگه و همگی به سوی کوه بر آمدند و گفتند که ما زیر پای این عسکرهای ابرهه قرار نگیریم. بالای کوه بر آمدند و فرمان شد به ابرهه که هجوم به سوی خانه کعبه. نزدیک آمدند، به ناگاه همون فیلی که پیش میرفت به نام محمود بود، همین نزدیکی خانه کعبه در رسیدند میگد که زانوهای خودش قطع کرد که در زمین نشست.
خداوند حیوان ادراک داد. حیوان میفهمد لیکن انسان نمیفهمد. همون محمود، همون فیلی برجسته به زانوها زد، میگد دیگر هر چی که قمچین کاریش میکنن از جای خود نمیخیزد. وقتی وی را از جاش میخیزانند، یعنی چهره او فیل به طرف پس میگردانند، میگد به سوی پس میدود لیکن به سوی خانه کعبه دیگر حرکت نمیکند. همین زمان بود میگد عبدالمطلب که از بالا نگاه کردیم یک طریق همین پرنده های سیاهی که در اون ملک ما وجود نداشت، میگد همونها در آسمان یکی سیاهی پیدا شد. مفسرای قرآن میگویند که هر کدام این 3 سنگ داشت، 2 سنگ در پاها، 1 سنگ در همون نول خودشان داشتند و در هر یک سنگ نام عسکر ابرهه نویسانده بود که اینها را خداوند در قرآن چی میگوید؟ میگوید ترمیهم بحجارة من سجیل. اینا سجیل بودن، میگد این لایه بود که در پایهای همی پرنده ها که در دوزخ پخته شده بودند و هر کدام اینها بی نهایت گرمی بود که وقتی که عبدالمطلب میگد این پرنده ها را ما دیدیم بالای این عسکر ابرهه قرار گرفت و از هوا میگد مثل که سمالیات همان بمبه های خودش میپرتاید، میگه حواله میکرد. هر یک تیر به نشان خودش به صاحب خودش میرسید. زمانی که میگه میرسید، همون زمان نگاه میکردیم که هر یک عضو جدا جدا میشدند و گوشت ها میگه از بدن چکار میکرد؟ جدا میشد. این حالت دیدیم، همگی به سوی خدای خود چکار کردیم؟ به سوی خدای خود گشتیم و گفتیم که خدای تو قادر هستی، تو توانا هستی. این الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ای محمد آیا ندیدی و ندانستی که خدای تو با این عسکر فیل ها چی معامله کرد؟ اینا میگد مفسرای قرآن میگد که روز تولد پیغمبر بود. اینم یک معجزه پیغمبر بود. همین واقعه 40 سال پیش از بعثت پیغمبر بود، یعنی روز تولدش ابرهه به مکه مکرمه چیکار کرده بود؟ هجوم کرده بود. الم یجعل کیدهم فی تضلیل، آیا ندیدی محمد که ما این دام و این حیله و این نیرنگی که آنها کشیده بودند آنها را ما برباد دادیم. الم یجعل کیدهم فی تضلیل ترمیهم بحجارة من سجیل، اینها را ما سنگباران کردیم با سنگهای سجیل. فجعلهم کعصف مأکول، بس گردانیدیم اینها را. عصف گفته چی را میگن؟ کاهی که خایده شده است. مفسران میگن که وقتی که حیوان نخشار میکند و از لبه هاش همون خوراک خایدگیش میغلطد، همین عسکر ابرهه را خداوند به همون کاهایی که خایده شده بود به همون مبدل گردانید. البته خدای ما و شما به همه قادر است. وقتی که اگر اذیت مسلمان از حد که گذشت، خدای مهربان به داد مسلمان میرسد. هر که با شمع خدا سازد پفو، شمع کی میرد بسوزد پوز او. البته هر کسی که به مقابل این شمع با این اسلام با این قرآن میخواهد که مبارزه برد، البته شمع او دائم در گران نیست. چراغ ظلم ظالم تا دم مردن نمی سوزد. چراغ ظلم ظالم تا دم مردن نمی سوزد. اگر سوزد شب سوزد، شب دیگر نمی سوزد. این ظالم قاعدش همین است. حجومش 1 روز نصرت دارد، 2 روز، 3 روز، عاقبت البته به البته در چای کندگیش این دشمن خودش گرفتار میشه. و در اینجا برادر باز از ما سوال کردن که درباره قصه های حضرت ابو حنیفه حکایت کنیم. انشاءالله اینم در اراده ما هست که درباره حضرت ابو حنیفه نعمان ابن ثابت که همه ما و شما الحمدلله پیروی مذهب ابو حنیفه هستیم و هزارها بار شکر به سوی خدا هم میکنیم که چنین امام پاک و پاکتینت را ما صاحب شدیم. از این خاطر در باب این حضرت هم یک روز اختیار میکنم گپ میزنیم، لیکن از همه شما دادرای عزیز، پدرای مهربان خواهش میکنم که در مذهب ابو حنیفه خیلی هوشیار باشیم. مذهبی هست که دنیای را اعتبار میکند.
اکثریت دنیای عالم همه پیرو مذهب ابو حنیفه هستند. مذهبی است که هیچ خلل و هیچ خطای در او وجود ندارد. همه شما را باوری میکنم آن چیزی که ما و شما از مسئله های کدام مسئله ای که نباشد، از عبادت است غیر عبادت است، ما و شما رفتار میکنیم، همه اینها 100% حق هستند، هیچ جای غلطی ندارد. بعضی از برادرای ما و شما میگویند بعضی حدیث هایی که ابو حنیفه انتخاب کردن ضعیف هستند. خود همون برادرها خودشان ضعیف هستند. ابو حنیفه هیچ وقت ضعیف نیست. اگر یک عادی ترین ذره عبادت ابو حنیفه را ما و شما به جا بیاریم، باور که به سوی خدا باید شکر کردن در کار. حضرتان نه حلقی حرام داشتند، نه شکمی حرام داشتند، نه مثل ما و شما 3 بار در یک روز خدایی میخوردند، بلکه همه وقت در روی عبادت بودند، دائما در یاد خدا بودند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگار عاقبت کار همه ما بندگانت را به خیر بگردانی. مرادها و مطلوبهایی که در دل این بندگانت است خدایا با فضل و کرم خود برآورده خیر بگردانی. و تمام آن سردارهایی که بالای سر داریم خدای مهربان اولا توفیقشان را رفیق بگردانی، محبت قرآن و اسلام را در دلشان جایگیر بگردانی و خدایا محبت این ملت تاجیک در دلشان جایگیر بگردانی و تمام آن نقشه های نیکی که برای آباد کردن این تاجیکستان ما دارند خدایا موفقشان بگردانی. اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک برحمتک یا ارحم الراحمین. دیروز یک مجلس بود در مسجد بابای ملا حیدر با اشتراک همین داملاهای شهر کولاب گذشت و بعضی از کارمندهای حکومت هم اشتراک داشتند. اونجا یک اعلام بود، گفتند که به سمع همین مردم کولاب برسانید. امروز هم شما با فکرم که آگاه هستین از برنامه‌های تلویزیون هم که کار مسجد بابای ملا حیدر شروع می شود با دستگیری حکومت. یعنی شاید که فرمان آمده باشد که همین مسجد آباد کنند و 2 روز پیش علاکه $1000 خود رئیس حکومت گذراندگی است در همون صورت حسابی که علاکه در بانک ملی ہوئی کردگی هستند و دیگر نماینده های حکومت هم صد سامان و هر کسی که مقدار قوتش گذرانیده ایستاده است و از ما خواهش کردن که به سمع همون مردمی که در اطراف شما هستن برسانیم که هر کسی که برای آبادانی همون مسجد، بنای همون مسجد میخواهد، همون بانک ملی میرود، همونجا یعنی حسابچی و همون کسیر و همش هست، اعلان میکنیم که چند سومی که داشته باشی برای خاطر ثواب همونجا چک کرده در دست تو همون کاغذ میتن که مثال چند سوم شما در همون مسجد گذرانیدید. و گفتن که اعلان کنیم که ملا حیدر در کار سومی کار نداره. ملا حیدر از کارهای سومی دور کردگیان که تا که مثال باز و بعضی همون آوازه و مثال ناباوری هایی که بود همونها در دل مردم جان نگیرن و رفته همین کار انجام بدن. لیکن من فکر میکنم خیلی کار خوب است. باور کن اگر همون آباد شود او برای ملا حیدر نیست یا او برای یگان داملای دیگر نیست، او برای مردم کولاب ما و شماست. آینده او میدان و او شرایطی که در اون مسجد است، در اون مسجد مهمانخانه هم می شود، در اون مسجد جای تعلیم همین مدرسه بچه ها هم می شود. انشاءالله فکر میکنم که آیندهش خیلی نیک است و تمام داملا در همونجا جمع می شوند، مثال با تعلیم همین فرزندای مردم کولاب آماده می شوند. برای همین کدامید که اگر قوت دارین، قدرت دارین، شرایط دارین، مرحمت اینا درهای بانک ملی کشادگی است، در همونجا صورت حساب مخصوص دارد. لیکن باز کدامید که اگر میخواهین مسجد ما هم تعمیرش رفتیست است، اگر یکی خواهشمنده هم که باشد اکن مسجد ما با او اندازه نیست لیکن میشود آخر طهارت خانهش رفتیست. انشاءالله نیف پهلوش هم آبادی ها در نظر داشتگیم. اگر باشد مرحمت کسی که در اون طرف و این طرف قهوه که مثال در همون راه های اسراف سر می شود، ما شما مثال پولی کلان طلب نداریم، هر کسی که مقدار قوتش برای ثواب خلاص.
خداوند عاقبت همه ما و شما را بخیر کند. آمین یا رب العالمین.